برای کسب کار موفق بالای دو مورد کار کنیم که بسیار مهم است. مورد اول ذهنیت ماست. یک صاحب کسب کار باید بالای ذهنیت خود کار کنه که ذهنیتش مثبت شود، ذهنیتش عالی شود، ذهنیتش بتونه که خدمت کنه برای دیگران. مورد دوم مهارت است. باید یک صاحب کسب کار مهارت داشته باشه. چی مهارت؟ مهارت به دو بخش تقسیم میشه. یکی مهارت در بخش ما، دوم مهارت در بخش کسب کار. مهارت در بخش ما یعنی چی؟ او بخشی که داریم، دکتر هستیم، انجینر هستیم، حتی برگر فروش هستیم، باید تخصص داشته باشیم. اگر برگر فروش هستیم بهترین برگر را آماده کنیم، اگر دکتر هستیم بهترین تداوی را کنیم. دیگر طرف مهارت کسب کار است. همچنان ما بلد باشیم مشتریابی را، تبلیغات، فروش، افزایش مشتری را، نگهداری مشتری را و غیره که مهارت کسب کار میشه. که اگه اینها را بلد باشیم ما میتونیم سریع کسب کار خود موفق بسازیم. در کل فهمیدیم که باید بالای دو مورد تمرکز کنیم و بالاش کار کنیم. اول ذهنیت، دو مهارت. در مهارت دو بخش بیان کردم، یکی مهارت بخش ما، دو مهارت کسب کار. امیدوارم که استفاده کنید. منتظر ویدیوهای جذاب بعدی باشید و در کامنت بنویسین که کدامش برای شما مهمتر است. الله نگهدارتان و سلام.